خوش آمدی آقای شکیب شجری به برنامه ما. عزیز دلید، ممنونم از دعوتتون. فداتون شم. یه صحبتی با بیننده‌ها بکن. سلام میکنم خدمت بینندگانتون و امیدوارم که خوب باشید و سلامت و مرسی از دعوت شما. خوشحالم ما ظاهرا امسال دو تا فیلمت رو داریم می‌بینیم. بله. دست تنها و موسی. بله. ما الان به خاطر دست تنها با توییم. موسی هنوز نمایش داده نشده. نه. گرچه من دیدم ولی نمایش داده نشده. آره. شکیب تو تئاتر شروع کردی؟ من بله تئاتر. چه سالی؟ 87. یک سال قبل از که اصلا درست با کی شروع کردی؟ من از دانشگاه سینما تئاتر در واقع میرفتم سر کلاسه کارگردانی و بازیگری دانشکده سینما تئاتر. خودم دانشجو علوم کی بود تحقیقات. استاد اونجا؟ استاد شفیعی بود اونجا، اکبر علیزاد بود. بعد کشن فلاح. کشن فلاح میشه. بله. اینا بودن. آقای پورآذری بود، اصغر دشتی بود. بخ اومدی اول نمایش که بازی کردی چی بود؟ کار دانشجویی بود دیگه. تو همون کار. آره. کار حرفه‌ای بازی کردی؟ کار حرفه‌ای بله به شدت. همونجا بازی کردی؟ چه سالی بازی کردی؟ من سال فکر کنم 89 تئاتر شهر اجرا داشتم. کارگردان سوگل غلاطیان بود. نشستمش. بله سوگل غلاطیان بود. نویسندم سجاد افشاریان. بعدش با آقای معجونی کار کردم. هم کارگردان خوبیه. آره. مترسگو کار کردم باشون که چند جای بیضایی استادت نبود؟ بیضایی نه. ولی یکی از نمایشاشو اجرا کردیم. کدوم نمایش اجرا کردی؟ اجدواک. کی اجرا کرد؟ یکی از کارگردانای تئاتری بود به اسم مهدی پورخایی. سوگل غلاطیان کارگردان تئاتر خوبیه. بله. آره همونایی که کار کردی کارگردان تئاتر خوبیه. بله. چطور شد وارد از تئاتر اومدی به این طرف؟ یعنی به برنامه اونم برنامه هیولا و این چیزا. من تئاتر هیولا رابطه خیلی زیادی ندارم. من دستیاری با هم تماس گرفته. من اول ابتدا قرار بود برم سر فیلم آقای هنرمند سمفونی نهم. بعد آقای هنرمند از من یه اجرای تئاتری دیده بودن. خب برای فیلم سمفونی نهم منو دعوت کردن، رفتم پیششون. من متاسفانه برنامه‌ام جور نشد و رفتم استرالیا. یعنی رفتم دفترشون برای تست گیری و همه اینها. رفتم استرالیا برای ادامه تحصیل. بعد اونجا یک دستیاری بود که منو دید و من رفتم استرالیا درسمو خوندم، برگشتم اومدم اجرای تئاتری داشتم که همون دستیاره به من زنگ زد گفت کار آقای مدیریه. میای تست بدی؟ گفتم بریم. بعد ما تئاتری‌ها اصولاً این مدلیم که هیچی نمیشه. این تستا رو بریم و در نهایت هم هیچ اتفاقی نمیفته. رفتم تست دادم و بعد یکی دو روز گذشت زنگ زد همون دستیاره گفت شکیب آقای مدیری گفته این نقش مال شکیبه. چقدر خوب. که بعد که به من گفت اینا من شروع کردم روی نقش کار کردن. آقای جریانی من یه دیوونه بازیایی دارم بازیگری. رفتم برای این نقش دارو فروختم توی ناصر خسرو. بعد اونجا 2-3 روز کار کردم و بعد رفتم به یه هیولا خوب بود ها. من هیولا شوخی کردم با هیولا خوب بود. هم آقای اصلانی خوب بود هم همه خوب بودن. آره همتون خوب بودین. یعنی اصلا انتقاد تندی هم بود. یعنی سریال در اومده بود. چیزاش خیلی خوب در اومده بود. از اونجا دیگه اومدم تو تصویر دیگه. تو تصویر اومدی دیگه. بله. اولین فیلم سینمایی. آره. اولین فیلم سینمایی فکر کنم به صورت رسمی بله کاراکتر اصلی عروسی مردم. مال آقای چی؟ توکلی. مجید توکلی. آقای سرتیپی تهیه کننده بود. آره فیلم بدی نبود. فیلم یاد نقشه چی بودی اونجا تو؟ 2 نفر بودم من و نازنین بیاتی که توی عروسی‌ها میرفتیم. اون منم. آره آقا چی یادمون رفت. دیگه حافظه نمیکشه. در واقع خاین کشی هم من تو یادمه تو بودی. بله خاین کشی. بعد یه دونه با علیرضا امینی سینمایی کار کردم که هنوز پخش نشده. بعد با امیر ثقفی همین دستنها رو یه دونه کار اولی بود سال پیش مریم ورزیگر گم شده رو باش کار کردم و موسی آقای حاتمی کیا. خب این دستنها نقشه که بهت پیشنهاد دادن حس چی بود راجع به این قصه و این فضا؟ بدون اینکه بخوایم قصه رو باز کنیم میخوام راجع به فضای ذهنی و اون جامعه و اون آدم‌ها حرف بزنیم. وقتی به هم امیر گفت آقای جیرانی این نقش از اون مدل نقشه‌ایه که به نظرم هر بازیگری وقتی که براش تعریف می‌کردی قلقلک می‌شد و میگفت که آقا بسم الله بریم همه چی داره. منظورم یعنی چی؟ یعنی اینکه ابعاد مختلفی داشت کاراکتر. حالا توی این فیلم به بعضیش پرداخت شده بود و به بعضیش خیلی سطحی ازش عبور می‌کرد و میرفت فیلم.
وقتی که به من ابعاد مختلفش رو گفتم چه چالشی داره برای من. خب کیلومترها از من فاصله داره این کاراکتر و من مدلم اینجوریه آقای جیرانی که خودمو فدای نقش میکنم، نه اینکه خودمو به نقش نزدیک کنم. دوست دارم یه بدن خالی باشم که روح نقش منظورم اینه که فکرش، انگیزش، آرزوهاش، گذشتهش، روانشناسیش، گره‌های روانیش، عقده‌هاش، همه چیش بیاد در من و فقط بشه کالبد من بشه در واقع وسیله برای ابراز وجود اون نقش. من اینو دوست دارم خودم تو زمینه بازیگری. خیلی سعی کردم که در واقع اینها رو در خودم به وجود بیارم. یعنی سگانه احساسی که استانیسلافسکی در کتاب بازیگریش میگه رو خب مال من فرق می‌کرد، مال اون آدم مثلا غریزی بود و وحشی بود، خیلی حالا بیچارچوب بود ذهنش، اون رو بتونم جایگزین کنم، انرژیشو، تفکرشو و همه اینا. درونی خواستم اینا رو بسازم در ابتدا، یعنی و ساختم تا حدودی تمام تلاشم در واقع کردم. و بعدش به صورت میدانی خواستم حالا اینایی که ساختم رو ببرم در ورطه عمل بذارم ببینم چه میشه. به واسطه همین رفتم توی پشت مسجد سدسمال گاری شروع کردم با گاری کار کردم، با این کاراکتر لباسه کاراکتر رو گرفتم. لباسه کاراکتر از امیر گرفتم، ماسک زدم، اسکارف، رفتم 5-6 صبح میرفتم با گاری فرش میبردم، کارتون میبردم، پارچه تا 7-8 شب و پول میدادم به میرفتم فلافل میگرفتم و با گاریچیا دوست شدم با هم دیگه. یعنی آروم آروم اونایی که ساختم از درون اومد بیرون، مدل راه رفتن کاراکتر در اومد، حرف زدنش در اومد، نگاه کردنش، غرایزش، تفکراتش همین در اومد و در نهایت همه اینا رو جمع کردم. بعد دیدم دارم لاغر میشم. خوب. آره. 5-6 کیلو تو حین این 15-20 روزی که با گاری کار میکردم لاغر شدم. چون 1.5 ماه اینا فاصله وقتی کار میکردی جامعه چگونه دیدی؟ آدمای پیرامون چگونه دیدی؟ آجا یعنی اینی که در چه جامعه اسکری زندگی میکنی؟ همین اینی که در واقع من بهش رسیدم و جلوی دوربین اومد، من میتونم بگم که در جامعه آدم‌های به مراتب وحشتناکتر از این، بدبخت‌تر، داغون‌تر، فلج‌ترتر، داغون‌تر از که اگه بیا جلوی دوربین میشه بازی اگزاجره. یعنی اون آدمو اگه مستند ما بگیریم ازش میگیم آقا این چیه؟ یعنی احساس باور نمی‌کنن که اینقدر فلاکت تو جامعه. بله. اصلا باور نمی‌کنی، میگی این چیه آقا؟ چه داری اغراق می‌کنی؟ آقا نداریم، آقا این ولی واقعا خیلی مفلوکتر از اون چیزی که ما یعنی فلاکت رو تو جامعه دیدی؟ بله تو اون قسمت که ملموس حس کردی فلاکت کاملا و تو اون اتمسفر قرار گرفتن خب به نقش منم خیلی کمک کرد. فلاکتی که تو فیلم در اومده به نظر تو حسش خوبه؟ فلاکت در اومده؟ بله به نظر من در اومده، چون امیرحسین متخصص فلاکته، یعنی در میاد. یعنی من به باباش همیشه گفتم امیرحسین متخصص فلاکته، من مرکز می‌کنم، من است خیلی دوست دارم. یکی از فیلم‌های دوست داشتنی زندگی منه. تجربه چیزی دیگه اتفاقی سر صحنه نیفتاد؟ اصلا ارتباطت با مجید مظفری چطور بود؟ ارتباط سر صحنه آقا؟ آره اصلا ارتباطت کلی به صورت کلی. خب مجید مظفری من به شدت دوست دارم، اصلا سوپر استار قدیم، متولد دهه ستاره دهه 60. من آقا فیلماشون رو میدیدم تو سینما دیگه کوچولو اینجوری. آره راست میگی. خب اینا همه استاد بازیگری، یعنی تأثیری که آقای مظفری، آقای پرستویی، عزت الله انتظامی، من بچه بودم خب اینها رو ما میدیدیم در پرده سینما. اونا مشوق ما شدن برای اینکه من یعنی به شخص علاقه پیدا کنم به سینما و همه اینا. خب به تا وقتی که کنار آقای مظفری قرار میگیرم اینجوری هم که آخچون استاد بازیگری اینجان و سعی میکردم از تجربیاتشون استفاده کنم، به هر طریقی خودم نزدیک کنم، گپ باشون بزنم، حرف بزنم و ارتباط شکل بگیره بینمون. آها، یعنی در واقع اینطوری بود. خب ما فیلم موسی تو هم دیدیم. دلم میخواد یکم راجع به حس و حال تو موسی و اصلا در واقع کار با ابراهیم حاتمی‌کیا بگیم. ما راجع به موسی مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی الان حس و حال تو رو میخوام. من فکر میکنم خیلی خوش شانسم که تونستم با آقای ابراهیم حاتمی‌کیا کار کنم به عنوان بازیگر. 100% شما که خیلی بیشتر از من ایشون رو میشناسید، من خیلی کوچولو و در اندازه دانش خودم به شدت من، چون خودم این مدلی هم در توان خودم که کار هنری و بازیگری برای من خیلی جدیه آقای جیلانی. آدما میگن زندگی بازیگری بابا جدی نیست، هنر جدی نیست، زندگی، من زندگی برام جدیه و بازیگری هم برام جدیه واقعا به شدت، یعنی به قدری که جون میدم براش. احساس کردم شخصی رو دارم ملاقات میکنم و جلوی دوربین شخصی هستم که ایشون هم یه همچین تفکری گویی که داره، اینقدر وسواس، اینقدر دقت و اینقدر دانش و اینقدر تسلط از پشت دوربین. من بازیگر رو خیالم رو راحت میکرد
یعنی من رو صحنه بودم و میگفتم، یعنی جلوی دوربین میگفتم کارهایی که دارم میکنم یک کسی داره میبینه که به مراتب دانش و همین چیزش بالاتره و اگر بگه این غلطه من میگم 100% غلطه و اگه بگه خوبه میگم به به و جشن میگرفتم. یه وقتایی حس خوبی داشتی، حس خیلی به شدت. نقشم دوست داشتی؟ نقشو بله به شدت. برای اون نقشم رفتم شمشیربازی یاد گرفتم و از دیوونه بازی دارم. آره شمشیربازی خیلی سخت یاد گرفتم. و خب آقای جلیلی من میگم که من بازیگرم، نمیگم اسم خودم بازیگر، میگم وقتی کسی مثلا دنیل دل لوئیس، جک نیکلسون، خارجی‌ها اسمشون بازیگره، در ایران عزت الله انتظامی، شهاب حسینی، آقای اصلانی، پرستویی بازیگرن، بار من سنگین میشه اگر بخوام اسم خودم بذارم بازیگر. یعنی من باید اینقدر تلاش بکنم یا به اینا برسم یا از اینا رد شم بعداً بگم بازیگر. یک باری داره رو دوش من بازیگری که دارم تلاشم میکنم. حالا فکر کنید یک کسی پشت دوربین بود، آقای حاتمی کیا، که اون انقدر کارگردانن به نظر من که اون بار من رو 100 برابر میکرد. یعنی من مثلا 5 میذاشتم، یعنی حست چیزتر میشد، یعنی مسئولیت بله منظورم یعنی همیشه شیشنانگ باش، آماده باش، آره 100 تو بذار که در بیاری. بله. راضی بودم یا حاتمی کیا چیزی که پای دوربین میگفتم و اینا بعد راضی بود. آره که آن چیزی که ما هم دیدیم خیلی خوب بود. خوب خداش. من خودم اون فیلمو ندیدم. ان شاء الله فیلم می‌بینی و لذت می‌بری. خیلی متشکرم آمدی. مرسی از شما. خیلی متشکرم. ان شاء الله که همیشه خوب باشی. مرسی از عالی و فیلم‌های بهتر، نقش‌های بهتر بازی کنی. متشکرم. مرسی آقا، لطف کردید.